زیارت حج و عمره رفتن در تمام امکانیت ها بازگردید و به واسطه زیارت عمره نسبت به سالهای قبل در میان اهالی زیاد شده است و امروز ما در همین باره سخن میکنیم و به همین خاطر به استودیوی تلویزیونی سوخ امام مسجد تاج محل داملا مجیب الله عطایف و امام مسجد جامع دوران حاجی داملا ضیاءالدین سایلوف را دعوت نمودیم. السلام علیکم. پیش از همه به استودیوی تلویزیونی سوخ خوش آمدید. حالا رو میاریم به امام مسجد جامع تاج محل داملا مجیب الله عطایف. داملا سوال من به شما همین است که حاجی از نظر شما کیست و باید کدام فضیلت‌های انسانی را داشته باشد؟ قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه من حج لله ولم يرفث ولم يفسق كيوم رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدلله امروز در شبکه‌های خداخواهد تلویزیونی ازبکستان الحمدلله یعنی اوید مسئله های خداخواهد حج که یک ماهی دراز خداخواهد جلو زد در تمام دنیا، چه از راهبری یعنی جمهوری رئیس شفقت مرزیوف کشیده، چه انشاءالله خداخواهد شیخ نوریدین حاجی که یک ماه با حاجی و یک جایه در خانه الله سبحانه و تعالی خدمت کردن. سلام علیکم حرمت مفتی حضرتلari. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Eson-omon yuribsizlarmi? Rahmat. Iloyim mana shu aytganlaringiz ijobat bo'lib, har bir borgan fuqaromizga muqaddas haj ibodatlarini amalga oshirib vatanimizga eson-omon qaytishlarini yaratgandan so'rab qolaman. ما همینچنین یک حصه گذاری همین انشاءالله خداخواهد موضوع میکنیم. انشاءالله خداخواهد حاجی معنای حج خودش زیارت کردن. در شریعت یک مکانی مخصوصه. در خانه الله سبحانه و تعالی رفته برای رضای الله سبحانه و تعالی. من خدا گفته که ولله علی الناس حج البیت، یعنی حج خانه کعبه فقط برای خدا زیارت کنی، نه برای من، نه برای ریا، نه برای خودنشانتی. این فقط برای الله. من استطاع الیه سبیل، کسی که انشاءالله خدا خواهد توانای قدرت داره چیکار کردن؟ به همون خانه الله رفته زیارت کردن، یعنی مبلغ داشته باشد، مبلغ زیادتی انشاءالله خدا خواهد با تو برگشتنش آیلش نه خدا خواهد یعنی رسیدنش در کار، فقط برای رضای الله، مالی حلال شدنش در کار. مالی حرام که حج قبول نمی شود. باید که از یعنی زندگی خدا خواهد دستی خودش مالی حلال که یافته خانه الله زیارت کردن شرط و ضرور انشاءالله خدا خواهد. وقتی که میرن حاجی ها الحمدلله روز با برمیگردن، من عرفه خدا خواهد برگشتن پیشش اومد الحمدلله سوخ زمین ما حاجی ها خدا خواهد یا سیم یا چور مثل خدا خواهد انشاءالله رو با وطن میارن. پیامبر اسلام در حق اینا چی میگد؟ من حج لله ولم یرفث، کسی که حج کنه با برای خدا یعنی بد زبانی نکند، یعنی زبانش از فحش فاحشه نگه دارد. حاجی باید عبارت باشد. تمام اخلاقی که در اینجا داشت اکن پرتافته بیاید. همچون یک نمونه عبارت، یک شخصی صالح، یک شخصی نصیحت کننده همچنان عبرت شود که من بعد از سال آینده با تمام مردم سوخ زمین آرزو کند که ما هم کاش که الله مناسب میدید و حج میکردیم. شکایت در سیدی ما نیسته سودیان داملو اما که من حج رفته اومده نه که هیچ دیگرگون نشده. داملو جان گفتی که خری عیسی به کعبه رود همان خر است، اما تقومش دیگه خدا خواهد یک مریشچه مونده است، یعنی خدا خواهد انشاءالله یک تقومش دیگه کر است، نیکن اخلاق دیگه شود، ظاهری نآید بکار، باطنی مبارا از غبار. رجع کیومین ولدت امو، میگرده میگه همین حاجی میگه خودی که از مادر یعنی بیگناه تولد شدگی واری، اگر انین چی اخلاق و رفتار و گفتار و بدزبانی گناهش ترک نمیشود، لیکن ایلا نمیشود. مخری وای عیسی مخری عیسی دیگه فرق ندارد. باید حاجی انشاءالله نمونه عبرت باشد.
چی در جمعیت چی در محله فعال باشد انشاءالله، چی در جمعیت چی در عائله چی در وطن حصه خود چه گذارد، نمونه باشد. یک انسان خدا خواهد با صلاح شده بگردد که الحمدلله که تمام دیگرگون شود. ببینید امروز اساسی من بعضی بدعات و حراماتی که در حج امروز اجرا دارن در خاندانشو، من موسمی حج میمونم که مسئله های چقدر است. امروزه که خدا خواهد برگشته سوریان چندین چیزا حرام است کردنش. یکم پای انداز انداختن، این در اسلام نیست. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم حج کرده اومدن. من در یگان کتاب ندیدم که تمام صحابه از رای واضح تا 1 کیلومتر پای انداز انداخته شد، یا که در پیش دروازه رسول الله حج مبارک گفته نیست شد. ببینید یا رسول الله خدا خواهد کرسلا مونده فخر کرده شد. منم اومدم ای حج بیایید مقشاق کنیم و زیارت کنیم. این گندش با دبدبه بین محله اوش دبدبه بایم دیده سودیم فخر کرده سودیم. این عبادت جای فخر ندارد. یک رکن اسلام است. بنیان اسلام علی 50. اسلام بالای 5 چیز بنا شد. هم یکیش در عمرش میگه در حیاتش یک بار همون خانه کعبه زیارت کردن. قدرت توانا داشته شد. ایلا از گردن ساقط میشه. من بعضی قدرت تا زیر خاک رفتن. نیکی نیت کنن الله میتید. نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مؤمن از عملش نه بهتر است خدا خواهد انشاءالله. اینو معنی ندارد که تو اکم فخر شوی حجکت گوان دلت ذوق کنه. این با گندگی چیزی است، یعنی کبر می‌ورزیدی هم به دیگریش. ریا، این کبر این بدترین اخلاق است. این افلاس‌ترین اخلاقی خدا دشمن می‌داشته که آدم کبر دوست می‌داره. این بدترین نزد خداوند. یکی دیگرش ریا، خودنشانتی. فلان چی گوسپنگ شده، فلان چی نوباس کشته، فلان چی انیقه چیز داده. این همش از که اسلام در نیست. ریا و شرکون، ریا شرک است. اگر برود در دل حاجی باشد که من حج میرم و میام من حرمت کنم بالا کورپاچه نشونن قفام بدوان من زیارت کنم مچکم کنم باشه که و خدا قبول نمیکنه و حج. الذین هم یراؤون، آنانی که ریا میکنن خود نشانتی میکنن رکلام پکازوخه با این آدم مونده بدون من حاجی هستم، بدون من حاجی که هستم، بدون من وای هستم انشاءالله. خود وای میگه بر حالی آنا میگه خدا که ریا میکنه خدشه. در دوم میگه خدا و یمنعون الماعون، آنانی که حقی همسایگی را من میکنن نمیتین. حقی همسایگی چی است؟ نمک است، علاب است، بیل است، تیشه است، پول است، قطیق است، شیر است، نون است. بعد همسایه اگر پرسه و نتی جا دوزخه. نگوی دروغ چی الکذاب لامتی. بینین اسلام معامله است. کسی اسلام دست نمیکند کو نه همسایت هم راحت میکند، زند راحت میکند، دخترات بچهات مزه میکند در خوندگی. چونکی گفتی حضرت نکن لازار و لازیرار فی اسلام. اسلام در ضرر دادن ضرر کردن نیست. اسلام دین انسان پرور است. یک قرآن در چنگ زنه، یک حدیث های پیغمبر بین آبی دیدن میریزه. از این رفتاری مردم باور میکنی من دلگیر میشم. بسیار در غضب میام. بینین تو چی انداز اخلاقای بد. نه به همسایه معامله خوب داریم، نه به اکا داریم، نه به دادر، نه خواه نیست. بیا همین قریه است روسیا میکند نیست بش گب نمیزند به اکش، همسایش که دیگه گب نمیزند و این حاجیمش. شرمندگی حاجی. الله نگه دارد از خیلی حاجی ها. حاجی باید که انشاءالله نمونه عبرت باشد. تمامی گناه فعل اطوار و رفتار تا پرتای انشاءالله خدا خواهد انشاءالله. یکی دیگریش بدعت چیز دادن است. نیست در اسلام چیز دادن، عموما نیست. دروغ چیزا آورده در کوکن و ای بلا و بطل آورده مونده است از حج آوردم. این الکذاب لامتی تو دروغگو هستی. این چیز نیست. گفتی اینا که تمامی چیز زیری پا خواب است میگیرد و سه برد میپرتایش. بهترین چیز من میگم این حاجی ها که خلاقت آب زمزم واری چیزی دارو دوای بهترین نعمت در دنیا نیست.
آبی زمزم بیار، همین زیارتت بیا، همسایت و محله یک پیاله یک مدر ریزشته یا که جا اگر طاقت نکنی یک دنیا خرمشته. من رسول الله صلی الله علیه و میوه بهترینه که پیغمبر دوست می‌داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم این بهترین میوه. یک دنیا کشته خدا خواهد ان شاء الله. طوری که عقیده های مسئله دیوی زیارت کردن حاجی درست. نه که با این معنی نه که دستاشو بوسه کنی و با این معنی که خدا دامنی و بوسه کنی و نه، این حرام است. بغیر از علم و دستی پدر دیگر دستا ممکن نیست که به طرف بوسه کنی. من باری که در شبکه اینترنت دیدم جانم برمد. حاجی اومده از پرنداز انداختیان، بچهش در رای پرتافته است، بچه و جقیده گذاشت و به عقلی حاجی با و پتینکش گذاشت که جایزه کرده است نجاست خودش. اینه بینین عقیده مردم، بچه در رای حاجی پرتافته است. تا چی اندازه ما انسان پرست شدیم، خدا پرستیم. ما یک حاجی را بار میکنی دیدم میگد با فلانچی سلام نکردم. او بابا چوا سلام نکردی؟ او میدونی دست کجا زیارت کردم؟ من میگم باید دستی حرامه، نازم بلافتم. بابا خطا کردی، بلکه دستی وای ای دستی تو اعلی. تو چی زیارت کردی؟ گفتم خانه سنگی سیاره قپیدی اومدی، بلکه وای از تو اعلی میستد در پیشی الله. کس نمیداند در این بحری عمیق سنگ ریز قدر دارد یا عقیق. من قدم بلنده شما بلنده بجوز خدای آفریدگار نمیدونم. دنیای فخر نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ساعت برای چی نکرد؟ دوستداری کم بغل بود. امروز ما و شما حج می آید خدا خواهد تمامی با بگت یا جمع میکند، بالای کورپچه می آید نه بایا. بیچاره با کمبغل هم در سری دیگ در آب برچک کسی نگاش نمیکند، یعنی قاقه میخورد. یک بزرگ اسلام سیان کی من ادعا حب النبی ولو کره الفقراء والمساکین فدعواه کذبون. کسی که میگه دعوا کند که من محمد دوست میدارم، محمد حبیبی منای، محمد پیغمبری منای، گو اگر کمبغل و بیوه و بیچاره را بد بینه وای دعواش دروغه. گفتیان حضرت گفتن کو بدترین افکار همون افکار است که فقط برای بایا کشیده میشد پیامبر زمان. من ندیدم که کم بغلکان نتیش انشاءالله خدا خواهد آمدی از هر خدا مکافات داد. یک کم بغلک بچه توی کن الحمدلله، یک کم بغلک خدا خواهد نوازش کن، به جا داشته خدا خواهد جا دارش کن. این الله راضی میشه خدا خواهد، چون که پیغمبر دوست داری چی کم بغلکا بود. یکی دیگرش انشاءالله اسراف حرام است. از زانی من اسراف کردن این برادران شیطان است. خدا سوره اسراء آیتی 26 27 چی میگه؟ استعیذ بالله و آتی ذی القربى حقه، یکم خیره کم بغلان داده. اول خیش امکت است، طاقات است، خالت است، جیانت است. اول خیش بعد درویش. خیش نمسو کم بود ذاتو اسمی حوالی را فیرات که خدا خواهد میگد بتی اویانده. اینین والمسکین دویم مسکین بیچاره. ما خیال میکنیم که این دنیا بی مسکین است. این دنیا با سه طبقه زندگی حیات میرود، بای، میانه حال، کم بغل. میگد مسکینان ده میگد الخیر احسان تا بکن. بینید و ابن السبیل بیچاره ها، مسافرها در وطن خدا خواهد اومده کار کرده سعودی، مسافران ده که میگد ولا تبذروا تبذیرا و اسراف نکن. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چون که اسراف کنندگان این برادر شیطانند. ان الشیطان لربه کفور، چون که شیطان در نزد الله کافر شد. ان الشیطان لربه کفور، چون که شیطان در نزد الله کافر شد. کسی که اسراف پیدا میکند مثل شیطان کافر میشه. اسراف نکن انشاءالله خدا خواهد. قدر امکان دو کلاس یک کلاس دو تنون تا پرتا بیاین یک زیارت کن، دعاشو کن، در حقش خوب گو که سال دیگر الله مناسبت بینه خدا خواهد. ترم برادر حج مناسبت بینه. فخر نکن، جدا نکن آدم انشاءالله خدا خواهد. همه آدمه. سخنی بد گفتم میگه حضرت خطاست، مؤمن و کافر بنده خداست. انشاءالله خدا خواهد. الله بخواهش همه کافر
از من به اعتقاد بلند می شود، از من به انشاءالله خدا خواهد خداگو می شود. هر من کافر را میدونم که وی کافر است، لیکن شب و روز گریه میکنه، من گریه نمیکنم. شب و روز تا سحر الله میگه، من نمیگم. اینه نزدانی من این معنی ندارد فخر کردن، این معنی ندارد که از الهی جدا شوی دیگر کنی. خدا خواهد انشاءالله. خدا قرآن میگه سیز بلا کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا یحب المسرفین. خدا میگه بخوره بیا شما اسراف نکنه، چون که خدا اسراف کننده را دوست نمیدارد. اسراف نکن. خدا خواهد انشاءالله. کی ما بای میشیم؟ ما را همه دشمنای اسلام برای قشاق شدن انم خیلی 20 و 40 و دبدبه و براورد. ما سال 2013 خدا خواهد نه یک ماشینی خوب سور میشیم، نه یک خانه زیبا داریم، نه یک حمامی خوشلو داریم. آوی دهن رفته بعد دوباره تماشا کرد در تلویزیون، ای دهن رفته خواه میریم. تا کی گفت که کیزا را بکرفت؟ از کجا یافتی؟ نه این همش از منمنی است، از یاز، از کبر است. شاعر میگن مکن از کبر دعوای کلانی، یقین پوسیده مشتی استغانی. تو کبر نگد، تو اصل چه تقدر؟ این منمنی ها کجا برده ساده ما؟ به قدری به قیمتی نبرده ساده. ای راه انسانیگری برارده ساده ما را از ریلسی انسانیگری. خیلی نیست انشاءالله. خدا با یکی خصلتای با و یا میدونین چی دست بعدی با حج اومدن همونجا دگار میکردن که بعدی اینجا اومده هر ماه یک بار حاجی فریاد میکنه. شنک این حاجی فریاد ببینید، من رفتم حاجی فریاد بخاطر اما 10 حاجی یگان کسی راه نمیدادیم با وای در کار نیست. وای ضیافت کشیده است، پدرش نمیکشد، با فخر کرشتیان مهاجی خدا میدونه توجیه بدن. تعالی نکنین این کار عزیزانی من. صدای من میشنوین انشالله. آمدی عادی بشین، عادی خانت در خدا خواهد، عادی خیر یک کس بیاید خدا خیرش دید. خیر کنار بگی در حقش دعا که خدا خواهد انشالله براو تمام دیگر شرط نی و دبدبه و شرط نی رکلام. با که یک جان دیدم حاجی اومده سازده است در پورات خانش کینه رو دومره کمونده است و تبته دارم مدن چی گپ است این در کوچه گم های پدری نه حج اومده است. نوازم بیلا تو پدر تو با من در کار نیست چیکار نه سعی نگیری پدرش قبول داره. این چی؟ این چی معنی دارد؟ خودی به اولیاش دک تمام به حق رسید. ما کجا رفتیم از زانی ما چی کار کرده سادیم؟ این شیطانی ملعون ما همچنین چیزا کردیم انداختم. مقصدش کم بغل کردن است، مقصدش ما و شما رو قشاق کردن است عزیزانی من. این معنی ندارد انشاءالله. خدا خواهد عموما نکنین این کارا را، عموما در کاریش نیست. خدا خواهد انشاءالله. آمدی خوش رو بیا، خوش رو قبول کنند، خوش رو خدا خواهد بشی، خوش رو معامله که انشاءالله باید دیگرید از این که بهتر شهر. این از من خدا خواهد انشاءالله همین مسئله که گفته شید نکنن این کارا. خدا خواهد انشاءالله یک روز خدا خواهد قبول کنن. این بهترین قبول میدونین که جا هست اگر مسجد بیاید انشاءالله. خدا خواهد مسجد نه همه هست، حجت خونه رفتن هم نیست. من یک بچه میبینیم بای بچه آمد من حواس کردم. بای بچه که وای پولش کشه است، حج رفته است. یا مال از اینجا تلفن کرد که دلش نشیده است، تلفن کرد که در حج گشت. گفتم برادر در حج گشتیم خدا مناسب دید و سکن اومدم داملوش کس نفهمیدم. با سکن میدونم خونه میرم اومد هیچ کس نفهمید. با من بردوفتن که این حج اومد هم مسجد یک گروه قوم کنارش گفتیم دعا کردن الحمدلله ناشم وای دو تا نوبت کشه میشود نمیکنم. گفتم لا چون که من حج گفت برای الله کردم، برای رکلام منه، برای خود نشونتینه. باید هر یک قلب حاجی همین باشد که فقط برای رضای خودت میکنم، همچون رضای خودت میابم، پیغمبر رضاش میابم، دیگه از این اخلاقای بدم میگردم و همچون نگونه عبرت تا دم مردن زندگی میکنم تا که شعار باشد البته و حجی مبرور میشود و یا مکافاتش انشاءالله جنت است. این حاجی ها دلگیر نشان یکم حاجی ها دعوای داخلی جنت میکردن. روز قیامت انشاءالله 4 کس نزد دروازه جنت اومده، یک تاش حاجی است. دست خداوندم من برای خودت حج کردم میخوام که یکم جنت درام. ببین این مقاموی اگر یعنی اخلاقا دور باشد.
یکی با بیاد و با همون خودش باشد وای حواره نشود. نامش حاجی خداخواد میگردی من انی وای نه انی چیزا همش نشیدنش در کوبت. چون ما از ترس مردم کرسودیم. ما خدا ترس نیستیم، مردم ترسیم. چی میگه؟ مردم گام میزنن. گویا که بوی بچه‌ش نشون میده که بچه وای برای مردم این رکلام است. من چندین جوانا که صحبت کردم با هم میکنن دوملو میگه پلی حج داریم انمی چیزو چارش میترسیم. کی میگه تو 20 میلیون پول میرفت است بعدی با اومدش خودش 100 میلیون پول رفت. و بعد کی میخلاد کی میپوشد و بیچاره بعد. میگه در همین سیستم میگه دوملو همین چیز گم کنه خدا خواهد ان شاء الله با همه حج میریم. امروز خودی به اتفاق دموکراتیا خداوند بسیار دولتی به شمار داد. اما الحمدلله تینج بای خدا خواهد پول و ماشین وای فقط اگه شکرانه کرده شوخی نکردم در کار که خدا قرآن میگه استعیذ بالله و این لشکرتم لازیدن نکن. اگر شما شکر کنه من زیاده میکنم، اگر شما کفر کنه و این عذاب لشدید عذاب من بالای شما سخته میگیره خدا نعمت ها را بعد. امروز الحمدلله داده بهترین نعمت ها شکرانه کرده خدا خواهد انشاءالله چیکار کردن در کار صبر و طاقت کردن در کار انشاءالله خدا خواهد. همچنین یک نمونه عبرت بین قوم جمعیت اگر زندگی کنیم اگر میگه الله شود از بنده راضی با او یار است استقبال و ماضی. گر شود مولا از بنده آزار همه در دو عالم است بیزار. اگر کاری کنی که خدا ناراضی باشد همه سکه بیزار نشود. دیمک ما فقط برای رضای الله کنیم اگر این خیلی دبدبه ها این خیلی منمنی ها این خیلی فخر و خیلی نمیکنیم چونکه فقط خدا راضی شود شد کافی. بنده راضیگیش وقتی چه است؟ 2 روزه است 3 روزه است. من دین یک خانه درمدم حاجی خانه درمدم صحبت کردم میگه داملا جان این دختره که دیدی گفت بابا که آی دیدم ریخت. دخترک تقریبا 6 ساله است دادرکش 4 ساله است. چی از گم پدرش ندیدی هم گفت و بچه که آرزو نداره که کناری پدرش انشاءالله خواب روا نداره. ما آدم های جاهل خدا خواهد 100 میلیون ده توی کنه بیچاره بچم گریجه شده بیچاره بچم میانش گریجه پاچیک در تمام شو کرده. در پیش سلامتی همه چیز بیکار. سلامتی نباشد دنیا چی در کن. بلکه اگر من بیمار بودم از سودش ما قدم نمیموندم. یکم در میکرد بیچاره که جوانک ما صاف کردیم بار میکن زنگ میزن آباکای دیده شو میرزه که داملا کی ماندم یک آزادی کی ماندم یک خوبی میامد داشت کی ماندم یک خدا خود راحت میکرد. بیزار شدیم از کار بیزار شدیم از خدمت. میگن بین انشاءالله عزیزانی من برادران اهل اسلام که صدای ما بعضی سخت میتابد و بعضی خواهی قبول کن خواهی نکن چون که حقیقت تلخ است. میگن قل الحق فان کان مرا حق بگو اگر چند تلخ باشدن ما حق برای گفتن انشاءالله تا جان دارم میگم انشاءالله خدا خواهد بین انصاف کنیم بین انشاءالله خدا خواهد مردمامون ظلم نکنیم قومامون بچه کامون خدا خواهد از عائلش و از زن و از فرزندش محروم نکنیم و بیچارت نمیشناسد فقط پدرشه نمیشناسد مادرشه خدا خواهد چی بعد مهر میشود و پدری چی بعد مهری مادری میشود به اینده نمیشود. باید که انشاءالله پدر دائم خدا خواهد در همین پیش باشد. همین چیزا اگر گم شود خدا خواهد بلکه 1 سال 2 سال نمیروند و در زیر عائله و تربیه محیط زور میشود جایی که پدر است و خانه دیگر است. مادر چنین خودش تربیه میکند. خانه پدردار سیاست دارد. باید میگه شما هم در بری نگر همه شوخ داشت پدرت آمد چنین میگن لیکن مادر تین در نمیگیرن. گاهی زنی خودم شکایت میکند از روی دخترها و بچه هاش که گم میگردن میگم زنک صبر خدا خواهد من میفهمونشو با خوب رفتش انشاءالله میگم دلگیر نشه خدا خواهد نشه. ببینید وقتی که من میدرم محیط دیگره در همه گویا جواب بجا هیچی وای نیست. برای همین آرزو میکنیم که پدرکا در خانه هاشو باشد. آرزو میکنیم که بچه یکامو خدا خواهد در وطنی عزیزمو راحت حیات بسر برن عزیزانی من. رحمت دوملا برای صحبت پرمضمون و البته خوشبختترین انسان اون است که روی شما عمل میکند. در این انسان اون است که در حیات فراوان زندگی میکند در راه راست قدم میگذارد و به دیگران دست مدد دراز میکند.